با اقدام رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت جهت به ورزش از جمله به شاهمادبازی جلب نمودن آموزگاران و خوانندگان در مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت دوره ولایتی مسابقه عاید به شاهماد بین آموزگاران و خوانندگان برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی نزدیک 100 نفر غالبان مرحله اول این مسابقه از همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. شاهماد را ورزش فکر میگویند. یعنی که همین رشد شاهماد قبل از همه با وسعت بخشیدن اندیشرانی خوانندگان و عموما کل کارمندان ساحه معارف تاثیر خود را میگذارد. با ابتکار و دستگیری‌های پیشوای معظم ملت عموما ساحه ورزش در کشور سال تا سال بسیار رشد و وسعت می‌یابد. این چهاربینی ورزشی با مقصد رشد و عمومیت شاهمادبازی، بلند برداشتن سطح آمادگی جسمانی و ذهنی خوانندگان، با این نمود جلب نمودن خوانندگان و آموزگاران و دریافت شاهمادبازان پرتجربه از بین آنها راه اندازی گردید. شاهماد از نمودهای قدیمی ورزش است که هنوز از قدیم الایام در کشورهای فارس زبان رایج و رشد یافته بود. مایه فرح و شادمانی است که در چند سال اخیر در پرتو سیاست خردمندانه و دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر نمودهای ورزش به رشد شاهماد و جلب تمام قشرهای جامعه به این نمود ورزش توجه بیشتر ظاهر می شود. مخصوصا میان نورسان و جوانان شاهماد نسبت سالهای پیشین خیلی رشد نموده. شاهمادبازان نورس کشور در مسابقه های سطح جهانی نیز اشتراک می کنند. به خاطر رواج بیشتر این نمود ورزش و جلب توجه جامعه به آن طی چند سال اخیر تحت راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مسابقه های جمهوری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به شاهماد برگزار کرده می شوند. من 12 سال با نمود شاهماد مشق میکنم. یک چند بار در مسابقه های بین المللی و جمهوری اشتراک کرده صاحب جایهای نمایان گردیدم. آینده باز کوشش میکنم که در مسابقه های بین المللی و جهانی اشتراک کرده جایهای نمایان را سزاوار گردم. مسابقه ولایتی عاید به شاهمادبازی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته در 3 سن و سال بین خوانندگان از 7 تا 12 ساله، از 13 تا 17 ساله و بین آموزگاران، غالبان و جایزه‌داران معین گردیدند. غالبان این مسابقه به دور جمهوری راهخط گرفته در آنجا ولایت سوخت را معرفی می‌نمایند.